قدر بگردی هم میگردن، پس نگشتن پس از رفتنشان، اقربت ها به جهت میگردن. ای پسر از عمر پیری پیش می آید مگو، این مصرش برای ما و شما جوانها گفته است که آل پیر میشم بعد نماز میخونم، آل پنسیم ابرام بعد نماز میخونم. من سبداری بیچاره همین خیل میگم، آل ریشم دراز میکنم، پنسیه برآمدم بعد مسجد میرم. ناگاه میبینی که مسجد نارفته، ریش نامانده، جانش قبض کرد عزرائیل رفت به نماز به توبه. حالی اون بیچاره چی میشده باشد؟ ای مشو مغرور این فانی، حریفان را چی کرد؟ با ما و شما گوش زد میکنم. ای مشو مغرور این فانی، حریفان را چی کرد؟ نمرود چی کرد؟ فرعون چی کرد؟ قارون چی کرد؟ کجا شدن اینها؟ آن که اهلی این فنا بودند ایشان را چی کرد؟ گردهد اهلی فنا از شفقت شاهی مناز، به منصب و به پول، به خانه، به ماشین، به زن، به فرزند مناز که اینها همه متاع دنیا هستند. بگور یک تا اینها را نمیبری. گردهد اهلی فنا از شفقت شاهی مناز، نیک بینگر عاقبت این پادشاهان را چی کرد؟ این پول، طلا، مال، پادشاهی وفاقی میکرد. در تجربه آدم زنده را ببینید، صدام حسین بدبخت فایده میکرد، فایدهش میکرد پول و طلا، به همون فایده میکرد، فایده میکرد منصب، به همین فایده میکرد. کجا شد؟ حالش چی شد؟ از خدا بیخبر شد، غضب خدا به سرش آمد. نیک بینگر عاقبت آن پادشاهان را چی کرد؟ کو سلیمان و سکندر، قیصر و نوشیروان، آنها کجا شدند؟ کو سلیمان و سکندر، قیصر و نوشیروان، کیقباد و خسرو و ضحاک ماران را چی کرد؟ نادر و تیمور با شاهان جهان جمشید کو، ای خرد این چرخ گردون تاجداران را چی کرد؟ آنهایی که دعوای خدایی کردن کجا شدند؟ نمرود دعوای خدایی کرد، فرعون دعوای خدایی کرد، شداد دعوای خدایی کرد که از خودم بهشت میسازم. کجا شدن اینها؟ ای خرد این چرخ گردون تاجداران را چی کرد؟ رستم و اسفندیار و برزه و سهراب هم با فریدون زمان این پهلوانان را چی کرد؟ ای پسر از عمر پیری پیش می آید مگو، این مصرش برای ما و شما جوانها گفته است که آل پیر میشم بعد نماز میخونم، آل پنسیم ابرام بعد نماز میخونم. من سبداری بیچاره همین خیل میگم، آل ریشم دراز میکنم، پنسیه برآمدم بعد مسجد میرم. ناگاه میبینی که مسجد نارفته، ریش نامانده، جانش قبض کرد عزرائیل رفت به نماز به توبه. حالی اون بیچاره چی میشده باشد؟ پیشکی به ما و شما آگاه کرده است، از جوانا مخصوص مولوی جنون گفته ایستاده است ای پسر از عمر پیری پیش می آید مگو. نگو که بعد عبادت میکنم، بعد نماز میخونم، بعد مسجد میرم، این خیل نگو. با هزاران حسرت آخر نوجوانان را چی کرد؟ ای جنونی دردمندان همزی مکرش خسته اند، عاشقانی دردمند و جرعه نوشان را چی کرد؟ این مصرها به ما و شما هشدار میدهد که این عمری که خداوند جل جلاله به ما و شما عطا کرده است، او را در غفلت بیهوده نگذرانیم. تا به نماز عصر هیچ کدام ما و شما نمیدانیم که زنده هستیم یا نه، یا تا نماز جمعه را ابتدا کردن
یگان تی ما و شما نمیدونیم که آیا جمعه را میخوانیم یا نمیخوانیم، نمیدونیم. وقتی که نمیدانیم، این ندانستن هم حکمت است. در دیگر مصرع‌هاش حضرت جنون میگفت بدم هوشیار شوکی دم همین است، زیدم ماندی یقین جایت زمین است. عمر ما میرود دور، نام نکو میماند، نام نکو میماند، لحظه ها میگذرد، دیده برو میماند، دیده برو میماند. این جهانی پر درد است برای همه کس، ناموننگی که تو داری از تو این میماند، از تو این میماند، از تو این میماند.